امروز هستش 17 اسفند. ما تمام جلساتمون رو با کمک دوستانمون که انشاءالله بعد از اینکه این دوره تموم شد اسامیشون من و درصد بزرگواری و زحمت و فداکاری که نسبت به بنده و کلاس انجام دادن رو خدمتتون عرض می‌کنم. ولی امروز 17 اسفند هستش. ما جلساتمون تا امروز همش برگزار کردیم، چه در این کلاس مخابرات پیشرفته چه در اون کلاس. با لطف خداوند انشاءالله این کلاس‌ها تا اون زمان خاص خودش به اسفند ادامه پیدا خواهد. بله، probability error. این مخابرات چرا مهم هستش؟ چون به وسیله probability error می‌توانیم SNR لازم در فرستنده را برای نیل به probability error در گیرنده به دست آوریم. خب SNR هم که دوستان عزیز توان سیگنال به توان نویزه. این که دست ما نیست، این به وسیله کانال داره تحکم میشه، ذات کانال هستش و این هستش که در فرستنده به وسیله این PR و PRE داره تعیین میشه. پس اهمیت زیادی داره که ما احتمال خطا رو بتونیم محاسبه بکنیم. ما توی کلاس‌های کارشناسی در کارشناسی probability error رو محاسبه کردیم که این بوده probability error. که N0 در واقع این هستش، همون هوای اسپکتروم white noise PSC white noise همون در P نمیشتش ندیدش white noise. بعد E1 و E2 و ER انرژی سیگنال آیون هست و رو هم ضرب درونی دو سیگنال. این هم برای حالت احتمال خطا، چون که باینری داریم نگاه میکنیم که باینری probability error که ما اومدیم توی اونجا سه حالت نگاه کردیم. یه حالت نگاه کردیم که S1 هستش S2 هستش صفر در این معادله. خب این probability error تبدیل به چی میشه؟ probability error یا چه این برای صفر این برای صفر روی صفر. کیو رو هم تعریف کرد، تو اونجا تعریف کردیم کیو رو، ولی دیگه میشه
کیو رو اونجا تعریف کردیم، کیو اکس این هستش که شما مشاهده میکنید که تیل probability باشه، اینجا یه x باشه، میبینید که هرچی x زیاد بشه qx کم میشه، هرچی x زیاد بشه qx کم میشه. البته یه تابع دیگری هم ما داشتیم بهش میگفتیم complementary error function FC رو ما داشتیم که FC رابطه‌ای که با این داره این هستش. که میشه 2 تا کیوی x یه تابع دیگری هم داشتیم، خاطرتون هست بکنم تو کلاس دیگه اشارش کردم، F بود. نبینیم نه خب میشه بر حسب همدیگه نمایش داد. همین که میبینید FC رو در این اساس میشه نمایش داد، این رو این دوتا رو با هم میشه نمایش داد. خب پس الان ما به این رسیدیم. دو حالتی بودش که S1 بودش، S1 و S2 برای عمود بودن که انرژی هاشون یکسانه. این یک و ای دو رو تعریف نکردم اینجا. چرا تعریف کردم؟ ای یک در واقع ای و ای آی. البته ما بنابینت رو بردیمه که نداریم، توی این بازه داریم نگاه میکنیم، پس این رابطه اینجوری. یه حالت دیگری داشتیم که S1 و S2 بر هم عمود بودن و E1 و E2 هم با هم برابر، انرژی ها با هم برابر هستن. رابطه ارر در اینجا بر اساس این رابطه اینجا شما مشاهده می‌فرمایید این خواهد یه حالت دیگری هم هست که S1 برابر با S هستش و S2 برابر با min S. در این حالت خب انرژی ها با هم برابر میشن، بخاطر هر دوتاشون S هستن، ضرب درونیشون هم یک نقطه باشه. اینجا S داره، اینجا منهای S داره، پس میشه منهای انرژی. پس probability error این تبدیل میشه به علاوه 2. اینجا بنویسیم اون 4 درست میکنه، اون رو به اینجا بنویسیم. با توجه به این رابطه که اینجا نوشتیم شما میبینید که توی این سه حالت شما مشاهده میکنید که این بزرگتر هستش، این اینجا میبینید بزرگتر هست، یعنی این کوچکتره، چون این 2 اینجا تو مخرج داره، اینجا نداره، اینجا 2 داره، پس دیگه اینطوری به این سمتش بکنید.
نتیجه که میگیریم چی هسته؟ probability error توی این حالت پایین‌تره، کمتره. پس این یه روش مرجحی هستش برای ما. مرجحه. ولی خب یه قیمتی داره. قیمت چی هستش؟ این هستی که شما انرژی که دارید مصرف میکنید بیشتره دیگه. ببینید اینجا شما یک سیگنال به صورت S درست میکنید، یک سیگنال به صورت منهای S. اینجا دو تا سیگنال دارید ولی این شرط رو داره. اینجا اصلا این سیگنال نیستش که اصلا ارسال نمیشه که این هستش. پس شما قیمتی که دارید پرداخت میکنید اینجا انرژی بیشتری، انرژی بیشتری. حالا شما مشاهده می‌فرمایید که این پس بهتر. این روش ارتوگونالش ما میگیم، این روش ارتوگونال میگیم. این روش رو انتی ارتوگونال میگیم. این روش هم که آن آف میگیم. این روش همون باینری FSPه. این روشی که اینجا می‌بینید باینری PSK هستش، فیز شیفتینگ، فریکانسی شیفتینگ، چون که دو تا سیگنال میشه در هم متعامل کرد، فرکانساشون رو ما درست انتخاب کنیم. این هم همون باینری ASK، همون شیفتینگ. اینطوره. همونطور یه جلسه قبل اشاره شد، اینجا حالتهای چیزتر هم داریم، MRI هم داریم، یه MRI communication versus binary communication. همونطور که اشاره شد خدمت شما، ما این مخابرات چرا باید اصلا یه MRI استفاده بکنیم؟ MRI چرا باید استفاده بکنیم؟ ما می‌بینیم که توی اینجا توی هر دو تا اینها کامیونیکیشن ریسورس چی هست؟ توی اینجا اگه ما بیایم MRI کار بکنیم چه اتفاقی میفته؟ باید ما MRI یادمون میاد دیگه MRI چیه؟ MRI MASK اینطوری بوده، سیگنال های ارسالی اینطوری بود. که AM ها این اندازه میدن. یا میشه اینطوری گفت که M این اندازه اینجا یه دی هم هست اینطوری چی هم میشه
میگه که انرژی داره همینطوری SM رو اگه انرژیشو بخوایم به دست بیاریم توی اینجا میشه این در این واضح این از این انتگرال رو میدیم این قسمتش هم که صفر میشه این دلتای ضربش صفر میشه پس ما این رو داریم این هم EG هستش برای ما انرژی بیسیک پالس میمونه پس این رابطه به این تبدیل میشه چون مشاهده میکنید که انرژی با M داره تغییر میکنه پس ما داریم انرژی های همین متفاوت و زیادی رو داریم همینطوری ارسال میکنیم انرژی هم داره زیاد میشه پس این نمیتونه این روش MASK نمیتونه تو کامیونیکیشن ریسورس به چیکار بکنه برای ما یک لورج یک درجه آزادی رو فراهم میکنه ما نمیخوایم پاور زیاد مصرف بکنیم ما نمیخوایم بندویت زیاد مصرف بکنیم ولی این داره تحکم میکنه که شما باید انرژی زیاد یا پاور زیاد رو مصرف یه مشکلی توی این روش که بهترین هستش به خاطر پرابابیلیتی ارر که شما مشاهده میکنید ولی فقط تو حالت باینری این امکان وجود داره که ما سیگنال هامون رو بتونیم انتی پوتال بسازیم چون که از هم دورترین بشن سیگنال های انتی پوتال هم که مثلا BPSK باشه همین طرحی BPSK این حالتی که یکی از سیگنال ها رو داریم اینطوری نمایش میدیم دیگری رو داریم اینطوری نمایش میدیم پس یکی S1 اینجاست S2 مثلا اینجاست به این صورت داریم ولی این یک حالت ممکنه یک حالت باینری محتمله تو MRI ما نمیتونیم سیگنال ها رو در جهت اینجا معنی پیدا نمی‌کنیم ولی تو یک بعد جهت معنی پیدا می‌کنه که این باشه پس اگه این بهترینه که داره پاور یکسانه برای هر دو تا سیگنال بندویتی هم استفاده میشه یکسان برای هر دو تا سیگنال بهترین هستش پس تو هر دوتاش میگه من کمترین رو دارم استفاده میکنم ولی نمیشه به این حالتش گسترشش داد که همین ویژگی رو پیدا کنه چون که دیدیم دیگه MPSK این حالت بود اینجا دیتا M باشه و این هم این هستش این صورت خب الان کانستلیشن ما به چه صورت باید یادم میاد این کانستلیشن برای MPSK هم دو بعدی بودش سیگنال میاد اینطوری قرار میگیره سیگنال روی این دایره قرار میگیره چون که این یکسانه برای تمام امها دیگه و سیگنال ها اینجا هست به این صورت مثلا چند بعدیه
دیسیژن ریجن که هنوز باید خیلی باید درباره‌اش صحبت بکنیم چه خواهد بود؟ دیسیژن ریجن برای این سیگنال شما شاید میگیم این قسمت این رو به این متصل می‌کنیم یه عمود منصف می‌سازیم که میشه اینو به این متصل می‌کنیم یه عمود منصف می‌سازیم که این میشه این الان ریجنی هستش که اگر R برنامه نویز دریافت بشه در گیرنده ما میگیم R رو روی فی1 و فی2 بست میدیم اگر R1 R2 باشه R1 و R2 اگه در این نقطه قرار بگیرن در اینجا مثلا قرار بگیرن در اینجایی که با ثبتشون داریم قرار بگیرن ما تصمیمی که میگیریم روی SM من داریم الان SM به بالا ولی اگر این آری که این آرها که اینجا شما مشاهده می‌فرمایید اگه خارج این قرار بگیره ما تصمیم غلط میگیریم حالا چه اتفاقی میفته وقتی که این ام زیاد میشه خب این کوچک میشه دیگه این قسمتی که ویج لایک هستش کورنر لایک هستش این کوچک میشه پس احتمال خطا داره زیاد میشه احتمال خطا توی این حالت داره چی میشه دوستان زیاد میشه پس اینم نمیتونه مؤثر باشه جاهایی که نویز به این صورت باشه قابل استفاده هست جاهایی که شما مطمئن هستین که نویز خیلی کم و چه خوبی داره خوبیش این هستش که شما پهنای باندتون کمه پس MPSK خوبی که داره این هست که پهنای باند کمتری رو داره استفاده میکنه پهنای باند پاورش هم زیاد نیست نسبت به این خیلی پاور زیاده این چون که دو بعدی کار میکنه خیلی زیاده اون یک بعدیه ولی توان هم داره بالا میره پس اینم نمیتونه موثر باشه دیدگاه احتمال خطاش زیاد میشه تو این حالت ها مگر اینکه شما مطمئن هستی که این خیلی کمه این توانی که اینجا ما میبینیم این خیلی کم میشه این خیلی کم باشه بعد این میشه استفادهش که همون که عرض کردم توی جاهای مثل کامپیوتر خود کامپیوتر رو کامپیوتر کامیونیکیت میکنه یه کامپیوتر داره و یه مرکزی کامپیوتر کامیونیکیت اینطور یه حالت دیگری هم که ما نگاه کردیم با شما کوادرچر QAM این چه حالتیه؟ این حالت به این صورتی که SM داره اینطوری نمایش داده میشه به این صورت نمایش داده میشه یه AMی اومده در کوسینوس اومگا سی تی ضرب شده یه BMی اومده در سینوس اومگا سی تی ضرب شده در چه واضحی داریم این سیگنال ها رو نگاه میکنیم در این واضح خب الان کانستلیشن ما چه خواهد شد دوستان عزیز کانستلیشن ما
معنی کرده باشه نشون بهش میگیم سیگنال کانستلیشن. منظومه سیگنالی. چون که گفتیم دو تا چیز معرفی کنیم، دو تا پایه معرفی کنیم، فی یک و فی دو. این صورت یا فی یک در اینجاست، فی دو هم در اینجاست. که همین ترم ساینوسویدال، کوساینوسویداله، این ترم ساینوسویدال ما هست. این صورت هستش که این صورت خب اگر بیایم SM رو روی اینجا بستش بدیم، این هم PT هم که همون G در واقع، PT هم همون G بستش بدیم، ببینید که این نقاط به وجود میاد. مثلا یا مثلا قبل اشاره کردیم مثلا این نقاط به وجود میاد، یا مثلا توی چیز این نقاط میتونن به وجود میاد. میشه تعمیم داد، مثلا 16 تایش رو ببینیم، 16 تایی 4 تا 8 تا که میشه 1024 که الان M هستش 1024 که هستش 2 قوه 10. یعنی چند تا سیمبل نمبر آف سیمبلز ما 1024 تا با چند تا بیت با نمبر آف بیتس میشه 10 بیت میشه نمایشش. که این در واقع چیکار میکنه؟ این سیوینگ توی پهنای باند داره جنریت میکنه برای ما. یعنی برای ما داره یه ذخیره سازی، یه سیوینگی داره توی پهنای باند جنریت. پس پهنای باند میشه کاهش داد با چی؟ با افزایش پاور. پس ما داریم یه ترید آف داریم اینجا دیگه. ترید آف این پاور همه ترید آف. ما میگیم پاور رو بالا میبریم ولی پهنای باند کاهش میدیم. پهنای باند کاهش میدیم. توی اینجا چه اتفاقی افتاد دوستان؟ توی اینجا شما توان رو بالا بردیم، توی اینجا توان بالا بردیم ولی پهنای باند یکسانه برای همشون. پهنای باند یکسانه برای همشون، هستش 1/T. پهنای باند یکسانه برای اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا اومدیم چون مشاهده می‌فرمایید می‌بینید پهنای باند برای همشون باز یکسانه
یکیه، توانم یکسانه، ولی اومدیم گسترش دادیم چی رو؟ نمبر آف سیمبولمون. نمبر آف سیمبولز الان داریم ارسال میکنیم زیاد شد. توی QAM هم توی که اشاره شد، شما دارید یه مقدار توان بالا میبرید، ولی پهنای باندی رو که دارید مطرح میکنید خیلی دارید کاهش میدید. خیلی داره کاهش میدید. پس به همین خاطر این قابل استفاده هستش. البته بازم پرابابیلیتی ارر بد میشه. الان دیسیژن ریژن رو بخوایم نگاه بکنیم تو اینجا دیسیژن ریژن های ما ایکوالی پرابابل اگر باشن مثلا اگر این باشه S1 باشه S1 باشه یعنی این نقطه که اینجا شما شده می‌فرمایید در واقع یک این ریجنشه. یعنی اگر R هستش S1 به علاوه نویز و R1 و R2 در اینجا قرار بگیره ما تصمیم درست میگیریم. ولی اگر R1 و R2 جاهای دیگه بیفتن ما تصمیم غلط میگیریم. پس بازم این کجا قابل استفاده هست؟ جایی که شما مطمئن هستید که نویز کم هستی، زیاد نیست. حالا تو مودم ها که سابقا استفاده میشد اینها رو ما استفاده میکردیم. حالا اینطور ما جلسه قبل اومدیم برای شما چی عرض کردیم؟ گفتیم که این رو ما داریم وایت نویز. بعد گفتیم وایت نویز دو تا کامپوننت داره. یک کامپوننت در فضای سیگنال، یک کامپوننت ارتوگونال به فضای سیگنال که این برای ما مهم نیست. این به سادگی قابل حذف شدن هم هستش. حالا نمیدونم این توضیح داره. بعدم این توضیح داره. اینجا یک یه انتگرال می‌گیریم. اینجا چیزی که ظاهر میشه R1 R2 الی Rn هستش. R1 الی R2 Rn هستش. بعد میایم این رو ضرب میکنیم، اینو میایم دوباره ضرب میکنیم در یک دوی تی و این تی. میدونی چه ظاهری؟ بعد اینا میایم با هم جمع میزنیم دیگه. اینا میایم با هم جمع میزنیم. یه سیگنال اینجا درست میشه که این آرتی که اینجا شما مشاهده میفرمایید به این صورت فرمولش بوده. این چیزی که اینجا رو جمع میزنیم اینجا سیگنالی که ظاهر میشه هستش SM به علاوه N. چرا؟ به خاطر اینکه این NOA توی فضای فی 1 الی فی 2 نیستش. این عمل ضرب درونی که دات پرادکت ضرب درونی ضرب نقطه‌ای سبب میشه که این ترم حذف بشه. به این واسطه ما مطمئن هستیم که توی گیرنده ما همچین چیزی رو داریم، مدلی رو داریم. در گیرنده ما همچین مدلی رو داریم. نگران این نباید باشیم.
بعد گفتیم که این نویز وایت هستش، پس این الان تبدیل میشه به R SM به علاوه نویز. این اثبات کردیم جلسه قبل که این وایت زیرو مین گاوسیان سیکانس پس پی دی افش اینطوری استفاده میکنیم یه اینو به دست میرسیم پی آر با شرط اس رو به دست میرسیم که همین رابطه هست. به جای n باید از این رابطه استخراجش بکنیم به این برسیم. پس اگر ما s رو به ما داده باشن، اگر s گیون باشه، r pdfش سکانس r pdfش این هستش. خب این ما گفتیم بهش likelihood function. بهش گفتیم likelihood function. این چی هستش؟ این هستش پاستریوری. این likelihood function این پاستریوری. یعنی میگه که اگر R دریافت شده بوده، اینجا بنویسم M. اگر R دریافت شده بوده، probability یا PDF SM سکانس SM چی خواهد بود؟ با توجه به قانون بیز این خواهد بود. حالا قانون بیز دیگه. حالا نکته‌ای که اینجا حائز اهمیتی دوستان عزیز این هستش که ما میخوایم اینو ماکسیموم بکنیم. R رو دریافت کردیم، پس الان ما در گیرنده هستیم، چون که R میگه گیون دیگه، پس R دریافت شده، ما در گیرنده هستیم. چرا؟ به خاطر با فرض R PDF SM رو مکسیمایز کنیم. PDF SM رو مکسیمایز کنیم. اگر این کار رو بکنیم ما میرسیم به مکسیموم پاستریوری دیگه. مکسیموم پاستریوری که اسمش هستش مکسیموم پاستریوری. خب مکسیموم کردن این معنیش چی هستش؟ مکسیموم کردن در دست راست توی مخرج این که M وجود نداره. M پس صورت باید مکسیمایز بشه. گفتیم که ایکوالی پراببلن همین سیگنال ها. پس چی داریم اینجا؟ تمام SM ها رو داریم یک امام. ایکوالی پراببل معنیش هم دیدیم. پس مکسیموم کردن این انگاری مکسیموم کردن این. پس مکسیموم پاستریوری تبدیل میشه به چی؟ مکسیموم لایکلیهود. این لایکلیهود فانکشنه، مکسیموم لایکلیهود تبدیل به این میشه. ولی گفتیم خب اینو ما بخوایم مکسیمایز کنیم، این که کانستنته،
این باید مکسیمایز بشه. این هم که مثبته، این یه منها داره، پس مینیمم بکنید اینو. پس مکسیموم پاستریوری که معادل هستش رو مکسیموم لایکلیهود سبب میشه چی رو؟ سبب میشه که شما مینیمایز بکنید این رو. که اممون هم چی هستش؟ نامبر سیمبولمون هستش. ام بزرگ نامبر سیمبولمون. ام بزرگ نامبر سیمبول. ام سیمبول ارسالی بوده. ام سیمبول ارسالی بوده. سمبول ارسالی است. پس ما باید چیکار بکنیم؟ ما میخوایم مکسیموم پاستریوری رو به دست بیاریم. مکسیموم پاستریوری دیتکتور آشکارساز که منجر میشه به مکسیموم لایکلیهود دیتکتور که منجر میشه به مینیموم دیستنس دیتکتور. این الان مینیموم دیستنس یه که آری رو که شما دریافت کردید، آری رو که این آره، آری رو که دریافت این آرها هستن، این رو شما بیاید از تمام اسم ها کم بکنید. از تمام اسم ها کم. بعد این دیستنسشونه. این چیزی که اینجا می‌بینید این چی هستش؟ این دیستنسه. این به قوه 2 برسه میشه انرژیش. حالا مهم نیست دیگه. مینیمم کردن این معادل میشه با مینیمم کردن این. میشه چی هستش دوستان؟ این هستش مینیمم دیستنس دیتکتور که روی تمام امکان. حالا اون اسمی بوده ارسال شده که اسمش سبب میشه این مقدار کمتری باشه. این مقدار کمتری جلسه قبل ندارید؟ جلسه قبل ندارید؟ حالا این منجر به چی میشه دوستان عزیز؟ این در واقع یه فرض بزرگی وجود داره ها، ایکوالی پروبابل. یعنی مکسیموم پاستریوری منجر میشه به مکسیموم لایکلیهود دیتکتور، مکسیموم پاستریوری دیتکتور منجر میشه به مکسیموم لایکلیهود دیتکتور که مکسیموم لایکلیهود دیتکتور منجر میشه به مینیموم دیستنس دیتکتور با یه فرضی. فرض equally probable symbols با فرض equally probable symbol assumption assuming equally probable اگر نباشه، اگر این صحت نداشته باشه، یه مینیمم دیستنس. این معنی جیومتریکال connotation. یعنی چی دوستان عزیز؟ connotation یعنی با مسماست، معنی فیزیکی داره. اگر چیز باشه مثلا ایکوالی پروبابل باشه، اگر نباشه ما اینو نداریم. این باید لحاظ بشه. این باید تو مینیمایزیشن اینو لحاظ بشه که اومدیم گفتیم چیکار کردیم، اومدیم لاگ گرفتیم، بعد لاگ اینا مطرح میشه یه جیومتریکال مینی که دیستنس رو داشته باشه که توش نیست، یه چیز دیگه است. البته توی مخابرات
دلیلی وجود نداره که سمبل ها رو با پرابابیلیتی های مختلف ما حساب بکنیم. اصلا دلیل منطقی براش وجود نیست. همونطوری که دلیل منطقی وجود نداره که سیگنال ها رو با انرژی های مختلف حساب بکنیم. مثلا همین ASK بله توی رادار و ویدیوها قابل استفاده است، ولی توی مخابرات الان دلیل وجود منطقی نیستش که ما انرژی رو کم و زیاد بکنیم برای سمبل ها. مثلا اون سیستمی که همین کار میکنه هم فرسوده میشه هم داره انرژی بیش از اندازه استفاده میکنه. پس اگر ما تو n دایمنشن نگاه بکنیم، n دایمنشن نگاه بکنیم، یه برداری داریم مثل R ایناش دریافت. یک برداری داریم مثل SM که اینجاست، مثلا SM اینه. R رو داریم اینطوریه، SM رو داریم که اینطوریه. حالا میایم SM ها رو برای M های مختلف پیدا میکنیم، برای M های مختلف پیدا میکنیم، بعد میایم این رو براش به دست میاریم. اونی که سبب میشه این کمتری باشه اونی هستش که SMی رو داره تو خودش که ارسال شده بوده. SMT رو ما میتونیم از اینجا به دست بیاریم. از اینجا SMT به دست. از اینجا SMT به دست. خب به صورت بیایم این حالت با شما نگاه بکنیم که یکی از مهمترین حالت‌های ممکنه برای ما این بود جلسات قبل که دوباره اینجا مجبور هستیم تکرارش بکنیم که این باشه که این سیگنال ارسال شده این سیگنال دریافت شده. بازم حرفش داریم. سیگنالی که ارسال شده وارد کانالی شده، دچار یه تأخیری شده، اون تأخیر به صورت دیتا خودش رو نشون داده. وارد کانال شده. بعد این دریافت شده. جلسه قبل چیکار کردیم؟ یک جلسه قبل یه جلسه چند تا بعد جلسه قبل گفتیم این مهمه که الان میخوایم یه تعمیمش کنیم که برسیم به این که NFSK non-coherent FSK. قبل از این من باید کوهیرنت NFSK رو به شما نشون بدم. قبل از این کار باید این کوهیرنتش رو نشون بدم. کوهیرنت NFSK چی هستش دوستان عزیز؟ این
بسیارم کوهیرنتش نمایش بدم برای شما دوستان که سیگنال هایی که دارن ارسال میشن اینا هستن. اینا دارن ارسال میشن. برای سادگی برای سادگی بیایم جی تی رو اینطوری در نظر بگیریم کانستنت. اگر نباشه عرض میکنم خدمتتون چی میشه. خب الان آری که دریافت میتونه بشه این آری که میتونه دریافت بشه. پس آر در فضای امبودی به این تبدیل میشه. الان آرکی رو ما باید وارد این بانک فیلتر بکنیم. بعد بیایم اینجا اینو به تصدیق‌تر بگذاریم. به تصدیق‌تر این فیلتر مچ شد. خیلی ساده است این دوستان. ببین الان چیکار کردیم؟ اگر توی این خب برای سادگی جی تی رو فرض کردیم، جی تی رو فرض کردیم کانستنت. چه اتفاقی میفته توی اینجا؟ اگر توی آر تی کوسینوس اومگا 1 باشه، کوسینوس اومگا 1 باشه، چه اتفاقی میفته؟ اینجا میشه کوسینوس 2 اومگا 1. به کوسینوس 2 اومگا 1 میشه نوشت 1 به علاوه کوسینوس 2 برابر. بعد این از این فیلتر رد میشه. این از این رد میشه. ولی اینجا چه اتفاقی میفته؟ چون که اومگا 1 و اومگا 2 یا بنویسم اف 1 و اف 2 این شرط دارن، سبب میشه که این کوسینوس ها بر هم عمود باشن. این از اینجا رد نمیشه. یا نویز فقط از اینجا رد میشه. پس بقیه‌اش همش اینجا ترم نویزی رو دارن. اینجا همه نویزی هن. این هستش که یه عددی مثل A2 رو داره. اینجا رو A هم نگذارم که A تو اینه. اینجا میشه A2 چون که کوسینوس قوه 2 اینجا، کوسینوس قوه 2 میشه یکی برابر کوسینوس، یه یک دوم از اینجا رد میشه. اینجا چطور؟ اینجا اصلا رد نمیشه، چی رد نمیشه؟ صفره به خاطر تعامل. یا میشه اینو یک جور دیگه هم نمایش داد. اصلا اینطوری نه، این ما اینطوری نمیشه. اینجا انتگرال اینطوری هم میشه. اما اگر توی آرتی کوسینوس اومگا 1 باشه، این مچ هستش به این، از این رد میشه. ولی از این رد نمیشه، از این هم رد میشه. چون که مچ فیلتر دیگه، این الان مچ فیلتر ماست. مچ فیلتر یعنی اچ آی
خب اینجا اگر توش کوسینوس اومگا 1 باشه به علاوه نویز، کوسینوس اومگا 1 از اینجا رد میشه چون که مچ شده به این دیگه، ولی اینجا مچ نیستش، صفر درست میکنه، همین صفر درست میکنه. پس اینجا ما چی داریم دوستان؟ اینجا پیدا میکنیم ای دوم به علاوه نویز، اینجا پیدا میکنیم صفر به علاوه نویز، صفر به علاوه نویز. به خاطر چی؟ به خاطر تعامل، به خاطر تعامل. این الان یا این کوهیرنت. بعد چیکار بکنیم؟ بعدش باید سلکت لارجست بکنیم دیگه. که خیلی رنگش از دست داده. دیده میشه؟ این قسمت آخری کشیدیم. اصلا میشه. بله. هر دوتاش یکسانه. این کورولیتورشه، این مچفیلترشه. این واسه مچفیلتر، این کورولیتورشه. این اونه. حالا بیایم خب آیا محتمله این سوال رو بپرسیم؟ آیا محتمله این شرایط محتمل است؟ در آرتی سیگنال S1 همون کوسینوس هست موجود باشد، ولی بازوی بالایی بیشتر از بقیه بازوها نشه. آیا این میتونه باشه؟ آیا این سیرکامستنس، این موقعیت میتونه وجود بیاد؟ بله، نویز اگر یه وضعیت خاصی پیدا کنه لزوما این از بقیه بزرگتر نمیشه، نویزه سبب میشه که این از یکی از وضعیتشون کوچکتر هم بشه یا از همه‌شون کوچکتر هم بشه. پس خطا میتونه اتفاق بیفته. این نویزش زیاد، این نویزش توانی زیاد باشه، همین چیزی میتونه اتفاق بیفته. پس ما دچار خطا میشیم در تصمیم گیری، یعنی این نمیتونه اینو تصمیم بگیره، دچار خطا میشه. یا اگر این استفاده میکنه این نمیتونه S1 رو به ما بده. حالا اشاره کردیم خدمتتون برای سادگی فرض کردیم یک باشه. اگر فرض نمی‌کردیم اینو میدونید چه اتفاقی میافتاد؟ این باید مچ میشد، یعنی H1 T یا HIT باید این میبود. که چی بوده در واقع؟ بوده این جی تی منهای تی کوسینوس اومگا سی تی منهای. اینطوری بوده. تماشیدش اینه. اگر هم کورولیتورش استفاده کنیم این باشه، اینجا فقط جی تی باید می‌داشته باشه. جی تی. این درسته. یکش چیز نیست. و جی تی هم که اشاره کردیم ریس کوساین فوریر ترانسفورم یا اینورس فوریر ترانسفورم ریس کوساین. خب چه اتفاقی میفته دوستان؟ اگر ما بیایم اینجا رو این معادلی که اینجا شما مشاهده می‌فرمایید بگیریم R1 R2 Rn
اینو داشته باشه. همین تمام. خب اینجا ما سیگنالی که پیدا میکنیم به این صورته، یعنی R1 هستش یه مقداری مثل A به علاوه نویز، RI ها هستن نویز. ولی این با تصمیم صحیح بگیره probability correct given S1 ارسال شده باشه برابر با چیه؟ برابر هستش با probability اینکه R1 باشه کوچکتر از بینهایت، ولی R2 کوچکتر از R1 باشه، R3 کوچکتر از R1 باشه و RM هم کوچکتر از R1. در چنین موقعی ما تصمیم صحیح گرفتیم که این بازو از بقیه چی هستش دوستان؟ بزرگتره. یه داریم. بعد چه اشاره کردیم روی تخته‌ای که پاک شد؟ گفتیم که این n هایی که اینجا مشاهده می‌فرمایید که این n باشه، یعنی n1 n2 الی nm چی هستن؟ اینا همگی وایت گاوسیان سکانس زیرومین هستن. پس ما این رابطه‌ای که اینجا شما مشاهده می‌کنید به این صورت میشه نوشتش که R هستش بین منهای بی‌نهایت و به علاوه بی‌نهایت. بعد اینجا تعداد کل بازوها m تاست، ولی m منهای یکیشون هستن که از اون آرم بالایی کوچکترن، نه؟ که داریم میگیم R1 منهای بی‌نهایت. بعد اونها چی هستن؟ گاوسیان نویزن، نه؟ بعد واریانس اینا چی هستن؟ گاوسیان نویزی هستن که واریانسشون چیه دوستان عزیز؟ هستش این. و چون که وایت زیرومین هستن، این میگه که R2 باید کوچکتر از R1 باشه، R3 باید کوچکتر ولی این و تبدیل به ضرب میشه دیگه. چند تا از اینا داریم؟ m منهای یکی از اینا داریم، چون کلش m تاست، n منهای یکی از اینا. بعد خود R1 چی هستش؟ یه گوسی هستش به این صورت. یه گوسی هستش به این صورت. دیده میشه ریز دارم. خیلی ریز شد. اینجا ریز. پس اینه داریم. چند تا این element ها؟ یک.
correct نیست. این قاعده correct. اینو میتونیم اینطوری نمایش بدیم. این تبدیل به کیو فانکشن میشه. کیوی کیو این بود دیگه. حالا اونجا تغییر متغیر که انجام بدیم، تغییر متغیر یعنی اون y دو برای سیگمای دو رو یا y برای سیگمای دو رو میگیریم زی پس زی هستش dy سیگمای. پس اون اینجا هستش بی نهایت، اینجا هستش r1 بر روی سیگمای، اینجا هستش این هستش همون کیوی r1 بر روی سیگمای. پس میشه احتمال correct decision ما. احتمال correct decision ما. پس یک منهای اون میشه احتمال خطا. احتمال خطا. حالا سمبل ها رو هم که میگیم ایکوالی پراببل، پس برای همه‌شون ما همچین احتمال خطایی رو داریم. همینه. برای همه‌ش احتمال خطا. چند تا از اینا هم داریم؟ m تا از اینها داریم. پس اینو باید جمع بزنید. چند تا از اینا میشه m تا. تقسیم بر n بکنید. پس این میشه احتمال خطا. این میشه احتمال خطایی ما میشه. یک منهای چه اتفاقی میفته؟ خب یه نکته من هست خدمتتون. اینجا A دوم هم زیاد مهم نیست. دوش زیاد مهم نیست. یعنی اینو میشه گرفت A پرایم. دوش زیاد اینجا نبودش زیاد چیز نیست. بعد این سیگمای هم که هستش چی دوستان؟ هستش 2E N0 که N0 هم رو وایت نویز ماست. B چیه؟ B هم که اینه. سیگمای رو نمیشه. حالا این احتمال خطا به سمت خب بیام اینو بر حسب m تقسیم بکنید. بر حسب m تقسیم بکنید و اینطوری بیاین یک سیگنال به نویز ریشیو اینجا سیگنال به نویز ریشیو رو اگه بخوایم پیدا کنیم سیگنال به نویز ریشیو رو اینجا پیدا کنیم چی هست؟ میشه A2 رو تقسیم بر این سیگمای 2 دیگه سیگمای 2 به سیگمای 2 که اونجا گفتیم 2B N0 هستش اینم که A2 دوم بیس
این SNR ماست. بیایم این رابطه رو بر حسب SNR ترسیم کنیم. اینو که رابطه اره ترسیم بکنیم این چیزا میرسیم. رابطه اره همیشه از نیم شروع میشه. اینو باید تقسیم یعنی بیایم SNR رو اینجا که میبینید دیگه SNR رو اونجا نمایش دادم و بنویسیم به این میرسیم رابطه ارر من معمولا رابطه ارر هم به دیبی نمایش دادم یعنی اینجا دیبیه یعنی 10 لاگ 10 میگیرم 10 لاگ 10 میگیرم که بشه این برای حالت چی هستش دوستان؟ این چیزی که اینجا کوهیرن. چرا؟ چون می‌بینید که در گیرنده همونی رو که ارسال کردیم دریافت کردیم. ما نگفتیم کوسینوس اومگا ام تی رو داریم ارسال می‌کنیم. شما مشاهده می‌کنید که کوسینوس اومگا ام تی رو دریافت کردیم. حال اینکه نان کوهیرنتش میگه که نه سر راه شما یک کانالی بوده یه تأخیر رو درست کرده این تأخیر سبب این میشه. این زیاد این پرکتیکاله مادامی که شما چی استفاده کرده باشین PLL یعنی تو گیرندهتون PLL داشته باشین که بتونه جبران فاز بکنه یعنی جبران فاز ما درباره PLL تو کارشناسی صحبت کردیم اینجا هم صحبت می‌کنیم ولی اگر جبران فاز نخواهیم به واسه PLL انجام بدیم یعنی فرمایید ما نان کوهیرنت MFSK رو داریم که این شرط رو دیگه نداره این برای عرض کردیم خدمتتون برای شرط کوهیرنت برای شرط نان کوهیرنت ما اینو داریم این فرکانس ها اینطوریه و این نان کوهیرنت MFSK سبب تعامل میشه ولی به صورت نان کوهیرنت این سبب تعامل میشه به صورت کوهیرنت. حالا انشاءالله جلسه بعد میایم اینو نگاه میکنیم حالت نگاه میکنیم ولی باید دوباره بیام اینو برای شما انجام بدیم مثلا انجام بدیم که بتونیم تعمیمش بدیم از همین گیرنده‌ای که اینجا شما مشاهده می‌کنید تعمیمش بدیم به حالت احتمال خطای نان کوهیرنت MFSK که ببینید که پیچیده‌تر از این هستش. حالا جلسه بعد خیلی متشکرم. خسته نباشید.